سلام، امروز میخوام تو 1 دقیقه یک فیگور پا و یک فیگور دست رقص ایرانی رو بهت آموزش بدم و با آهنگ برقصیمش. اول پاهات رو جفت کن، یک خط صاف رو در نظر بگیر، با یک پا قدم بردار، پای دیگر روی پنجه کنارش بذار و به سمت مخالف تکرارش کن. و اما فیگور دست، یک دست رو بگیر به کمرت، دست دیگر در راستای سرشانه باز کن، کف دستت رو نگاه کن، مچ رو بچرخون، پشت دست نگاه روبرو، کف دست نگاه، پشت دست نگاه روبرو. با پا ترکیبش میکنم: قدم پنجه، قدم پنجه، کف دست نگاه، پشت دست نگاه روبرو. برای اینکه بتونی تنوع حرکتی بیشتر ایجاد کنی توی کپشن بهت راهکار دادم. حالا بریم که با آهنگ برقصیم. تو تابستون میباره قشنگی یارو یه جا به یادت دل